تست 4 پی 10 کیو 42 حد اکثر چند رأس از درجه 8 وجود دارد. دقت کنید پی 10 کاملش میشه چند؟ 10 ضرب داره 9 تقسیم بر 2 45 تا میشه. 45 تا یاد داشته باشیم همشون میشن چند؟ 9 سه تا یال میخوایم کمش بکنیم. این سه تا یال رو میخوایم یه جوری کم بکنیم تا حد ممکن تعداد 8 زیاد بشه. حد اکثر چند رأس از درجه 8 داره. درسته؟ اون سه تا یال رو که میخوایم کم بکنیم بیام اینطوری کم بکنیم. درسته؟ اینطوری کم بکنم این 8 میشه اینم 8 میشه. این 8 میشه اینم 8 میشه. این 8 میشه اینم 8 میشه بقیه‌اش 9 میشه. چند تا 8 خواهد داشت؟ حد اکثر 6 تا 8. درست شد؟ فهمیدید؟ چه؟ آخه شما سه تا یال میخواید کم کنید. پی 10 کیو 42 تاست. 45 تا یال دارید 3 تا میخواید کمش بکنید. درست شد؟ بیشتر از این کم بکنید تعداد یالاتون کم میشه. درسته؟